سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در پنجشنبه بازار کلاچای. امروز پنجشنبه 28 دی ماه ساعت حدود 9:30 صبح. بازار پنجشنبه کلاچای بزرگترین بازار هفتگی در شرق گیلان است که از صبح تا غروب ادامه داره. عمده بخش این بازار مربوط به روستاییان اطراف برای عرضه انواع محصولات طبیعی و کشاورزی است. محصولاتی مثل میوه، سبزیجات، محصولات دامی مثل شیر، کره، مرغ و تخم مرغ، اردک و انواع داروهای گیاهی و حبوبات. بخش‌های دیگر بازار مربوط به میوه فروشان، پوشاک و سایر مایحتاج خانواده است. تازگی و تراوت محصولات به همراه شور و شوق خریداران و صدای فروشندگان آدم رو به این نتیجه میرسونه که نباید دست خالی به خونه برگرده. بساط جگر و کباب هم که ماشاءالله در این شهر از اول صبح به راه و جز صبحانه‌های محبوب حساب میشه. جای شما عزیزان خالی. و اما شهر کلاچای جزئی از شهرستان رودسر، دومین شهر گیلان از شرق هستش که در همسایگی شهرهای چابکسر، رحیم آباد و رودسر قرار داره. این شهر با مرکز استان گیلان یعنی شهر دشت حدود 85 کیلومتر فاصله داره. ساحلی بودن این شهر امتیازی هست که باعث شده صید ماهی و فروش در اون رونق داشته باشه. بازار هفتگی از مرکز شهر تا نزدیکی ساحل ادامه داره. محصولات اصلی این شهر برنج، چای، مرکبات، کیوی هستش. پارک ساحلی این شهر جای دنج و خلوتی برای تفریح و قدم زدن. قبلا در کانال ولاگ‌های زیادی از شهر کلاچای مثل گردش در شهر کلاچای، رانندگی در جاده رشت به کلاچای رو در کانال قرار دادیم که لینکشون رو به همراه پلیلیست شهر رودسر که در اون ولاگ‌های زیادی از جاهای دیدنی شهرستان رودسر قرار داره رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو میذارم. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید. شما رو دیگر شناسی
Git. 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 Yani hareket. Git. Yalaga Kim kursu? Herkes icabet sayılmaz. Var kaçın. Erzurum'da herhalde onu. İnsanlara şimdi satıyor.
باش كيف أنا Bayrak, iyi bir bayrak. اون 170 شو خواهی؟ 170 محاسبی جانای 200 قوار جانای 250 پرورشم حسین دستکشون نخیر علیتونه
شفاقه زمین نداره. شنو چند داره؟ Sirçi de var. Sirçi var. Sirçi var. سلام سلام. سلام مامون مال کنیم سلامت انشالله سلامتی سرکاری دیگه زندانی آقا بود بابا انار داره مامان انار نداره انار شیرین انار Yardım mı buraya verdi?
مثلا همین الان گونه فوری خانم ندانم انار بشکن آقا این انار ناخن بزن این انار ناخن بزن بوده اصلی دادم توی سبده برو خرید تو بکن اومدی بعد بیا پلاستیک بزنم ببر خونه دیگه اگرم تو واجد کارتون چی دیر آوردی باقی مدت رو بیدازم Salut.